اصلا دکتراتور رو باید کمک کنم. آی شاداب هم باقاش عوضه شد. بچه ما به روز همه کندن. آی شاداب شما کفش کندن استفاده نمی‌کنی؟ کفش خواستی بپوشیم آقا گوش که عوامل با کفش نگیم داخل که ما کفش رو در آوردیم. پول برای عوامل خودمون گفتم مثلا ممنون هم از این همکاری بچه‌های سرای کفش های شاداب و بلا ممنون میشه. اتفاقای نادری که بعد وقت پیش بیاد. خب خیلی ممنون به نام خدا سلام از کار خیر شما زجبت با یکی دیگر از مبنی 90% در خدمت شما ایزار خواهی بود. شما از چی میخندید آره؟ یاد این خاطری افتادم بازی آسیایی بود گل 4 یا 5 می‌خورد. خیلی خندیدم. خوشحالم که در خدمت شاداب هستید راجع به بحث روز فوتبال کشور و کاری که ایشون رو دوست داشت و انجام داده صحبت خواهیم کرد. در این رابطه ما سوالی مطرح کردیم که ببینیم جواب دوستان خودمون و دوستان شما چیه در این رابطه. و اگر پیام کوتاه دوستان من نشون بدن خیلی ممنون میشیم. سوال رو مثلا زیرنویس استوارترین فدراسیون فوتبال در دهه اخیر به رغم باخت‌های متوالی هرگز دچار تزلزل مدیریت نشده کدام است؟ گزینه یک فدراسیون شاداب واقعا فدراسیون گزینه یک هم هستید. گزینه دو فدراسیون سابق، گزینه سه فدراسیون اسبق و گزینه چهار فدراسیون با قبل اسبق. گزینه پنجش خیلی دیدن‌تره، گزینه هیچ کدام هست. شما اگه خودتون بودید کدوم گزینه رو می‌زدید؟ حالا فکر می‌کنم بهتون میگم. ما در خدمت رئیس فدراسیونی هستیم که تقریبا تمام تیم‌های ملی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان، حتی کهنسالان هم مثل که شما حذف کردید با این روش تقریبا 3 سال و 7-8 ماهی که شما توی فوتبال مملکت ما بودید کلا با تمام باخت‌ها و حذفیاتی که با خنده جواب دادید. جدیدا یه صحبتی هم که می‌کنید میشه بگید خیلی جالب و معروف شده. ما برای 4 سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم. شما کلا برای 4 سال دیگه قصد تو فرستون رو ببینید؟ خب بله خب منتظرم علاقه‌مند میشم مهریه کدام که باقی بمونم اینجا. بعد خوابم رو زیاد ببینید. خواب کردی. درسته. در این رابطه صحبت خواهیم کرد. یعنی قبلا علاقه نداشتید؟ چرا قبلا علاقه داشتم اما نه الان خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم که باقی بمونم توی یادش و ادامه بدم این راهو. حالا ما یه سری سوالات در رابطه با کارهای شما و این نوع قرارداد بحث با مربیای تیم ملی که خیلی عجیب غریب قراردادها ثبت و ضبط می‌شد که الان مثل بیشترشون داره درگیر کمیته انضباطی و کمیته استیرا. بعدش من به خود من گفتم به فیفا داره شکایت می‌کنه. شما واقعا چیکار می‌خواید بکنید؟ موضوعی که چیزی نبود، یه اشکال بزرگی نبود، یه اشکال کوچیکی پیش اومد، خود ما درگیری بودیم. همین اشکالات کوچیکی که شما دارید میگید حداقل 2-3 میلیون واسه ما هزینه برداشته. بله خب دیگه البته ما بچهای فدراسیون گفتیم یه قضیه پیگیری کنن و اونا حل میکنن قضیه، چیز مهمی نیستش. حالا بعد میگه شما اینقدر راحت حل می‌کنید. آچار چیه اینجوری؟ فکر کنم بچه‌ها با اینقدر زحمت با کاسه از شما راضی ممنونیم که اینقدر به فکر تبعیض برای ما خودکار ما بدید دیگه. حالا در این رابطه صحبت خواهیم کرد که شما اینقدر راحت حل می‌کنید مثلا برس. اینقدر راحت مثلا شما کفش در میاد. شما اینقدر راحت با مسئله میخندید. یه مسئله چند وقت پیش توی رسانه‌ها اعلام شده که از اون واقعا نفهمیدن که چی شده. بحث متمم علی شما یادتونه؟ بله با حسنشون. بله این قضیه متمم شما امضا کرده بودید ولی اصلا مربی تیم ملی اون ندیده بود. بله این قضیه متمم با کمیته انضباطی هم صحبت کردیم، اونا قضیه رو قبول کردن. این مثلا خود شلوغ بودش. بعد امضا که مدرک اینجا آوردم، من امضا کردم قرارداد و فرستادم برای مربی نبود تو خونه، با پیک موتوری فرستادیم. من پیک موتوری یادش رفت دیگه. قبض پیک موتوری رو با خودم آورده بودم. واقعا دقیق شما حساب رسید می‌کنید. واقعا خیلی جالبه. عجب فدراسیونی دارید. خواهش می‌کنم. من اجازه بدید که حداقل من که می‌دونم مثلا کلا قانع نمیشه ولی حداقل برای شما یه دستی تکون بدم. مرسی. آیا شادابی موضوع دیگه بودش که بحث قرارداد 50 میلیون تومانی و بغلش که یه حرفای زیادی بود، پاداش 800 میلیون کجای دنیا این کار انجام میدن؟ بله خب البته به نکته خوب اشاره کردی. چون میدونیم ما به خود درگیر مالیات هستیم، اینی که برای ما دردسرساز میشه این مالیات. خب چه مالیات؟ من نمیفهمم اینقدر بحث ما الکی داره پیش میره. فکر می‌کنم یه پیام کوتاه ببین شما اجازه بدید ما سوال پیام کوتاه رو ببینیم
چه خبر اگه دوستان نشون بده تا الان 1,100,031 نفر رو پیام کوتاه داده که خیلی ممنونیم که 1,100,000 نفرش فقط برای شما رای دادن. واقعا از این لحاظ محبوب داره ادامه بده. الان قضیه مالیات رو بیان خدمتتون، چون مالیات تعلق نمیگیره به قرارداد، مالیات تعلق میگیره. بعد ما قرارداد داشتیم 50 میلیون مالیات هیچ واقعا با تو عقل بگو اضافه من نمیفهمم. مالیات حداقل 800 میلیون واقعا خسته نباشید. تأسیسی که میتونم بگم تو این موارد فکر کنم حسابرسیتون خوبه، کلا برنامه‌ریزیاتون هم عالی باشه. کلا تو این مدت دستاورد خوبی برای فوتبال داشته. شما چند دقیقه صحبت کردید همش به خود برفی بود و خدای شما. بله خب البته مهمترین دستاورد ما برای فوتبال این بوده که آستانه تحمل شکست رو بالا بردیم در همه رده‌های سنی. من که حالا هر چه تلاش کنم حالا دوستایی متوجه بشن خب بگن. خب الان بهتون میگم ببینید ما قبلا اگه 4-5 سال پیش میباختیم به تیمی جنجال میشدش، همه اعتراض میکردن، سایت ها، روزنامه ها، مردم همه اعتراض میکردن. اما الان یه برنامه‌ریزی کردیم ما توی این زمینه که بهتره بگی برنامه‌ریزی نکردیم دیگه توی این زمینه. برنامه‌ریزی نکردیم یا برنامه‌ریزی کردیم، حالا فرقی نمیکنه. یه کاری کردیم که دیگه الان مالی هم ببازیم دیگه کسی اعتراض نمیکنه، همه قبول میکنن. خب برای چی باید قبول کنن مردم؟ ما یه جوری براش عادت شده اینقدر که داریم میبازیم پی در پی، فکر کنم اگه ببریم یه مقداری تعجب بکنه بعدای خدا. آروم شده، کسی کاری به کار ما نداره. به بازی هیچ اتفاقی نمیفته، همه عادت کردن. ولی واقعا حرف تا دل مردم خودم کلا رو که میخوام بزنم، واقعا تبریک میگم از طرف جامعه بشریت به شما. کلا خسته نباشید، امیدوارم که وضع فوتبال ما از این کس بهتر بشه، حالش هم بهتر نشه با وجود امثال مثل شما که واقعا علاقه دارم به شما و این کلا سیستم خدمت.